به قسمت 3 آموزش روانشناسی ترید و بازار سرمایه خوش اومدین. تو این ویدیوها ما سعی می‌کنیم مهمترین نکات روانشناسی بازار معامله‌گری رو خیلی خلاصه به همراه راه حل باتون به اشتراک بذاریم. تو قسمت قبل ما راجع به خودآگاه و ناخودآگاه صحبت کردیم. تو این قسمت می‌خوایم راجع به طمع و کنترل طمع و تعریف طمع با هم دیگه صحبت کنیم. تو تعریف طمع به نظر من 2 تا تعریف خیلی خوب راجع به طمع وجود داره. تعریف اول میتونیم بگیم طمع یک نوع خواستن افراطیه و تو تعریف دوم میتونیم بگیم طمع یک نوع خواستن نامتعادله که خودش شکل‌های مختلفی هم طمع داره توی ترید. مثلا معامله کردن بیش از حد یک نوع طمع، یا معامله کردن با حجم زیاد، یا انتظار بیش از حد داشتن از یک معامله، یا رویای یک شب پولدار شدن. همه اینا شکل‌های مختلفی است و از طمع کردنه. اما ریشه طمع از باور به کمبود و عدم باور به فراوانی میاد که به نظر من ما همه ایرانی ها باور به کمبود رو داریم. مثلا باور به کمبود شغل، باور به کمبود ثروت، باور به کمبود عشق، باور به کمبود سلامتی و خیلی از باورهای محدود کننده دیگه که باعث میشه که ما نتیجهش رو توی معاملات ضررده خودمون توی ترید ببینیم. برای راه حل این قسمت که ما بتونیم طمع خودمون رو کنترل کنیم، نه از بین ببریم، کنترل کنیم، چون از بین نمیره و این یک باور محدود کننده عمیقیه که توی همه اشخاص وجود داره، اما میزانش توی اشخاص مختلف متفاوته. یکی از راه حل هایی که ما میتونیم طمع خودمون رو کنترل کنیم مکتوب کردن ستاب معاملاتیمونه. این که ما دقیقاً بتونیم کجا وارد معامله میشیم، حد ضررمون کجاست و کجا نقطه تیپی مونه، و غیر از این که ما ستاپ معاملاتی خودمون رو ببینیم وارد معامله نشیم. اینجوری میتونیم طمع خودمون رو کنترل کنیم. چرا؟ چون نقطه تیپیمون مشخصه، نقطه اسلمون مشخصه. ولی اگر یک ستاپ معاملاتی مکتوبی ندارید، اول از همه یک استراتژی رو که کاملا بهش تسلط دارید و کاملا ازش بک تست گرفتیم و میدونید تو تعداد معاملات بالا باعث میشه که تو سودآوری مطلوبی داشته باشی رو اول از همه بنویسش. حتی اگر کاملا بهش تسلط داری، اول از همه توی دفترچه کاملا برای خودت مکتوبش کن، نقاط ورود نقاط خروج خودت رو مکتوبش کن. این باعث میشه که ما بتونیم روی طمع خودمون کنترل داشته باشیم. اینجوری معامله بیش از حد نداریم، اینجوری حجم معاملاتی مشخصه، میدونیم که تو این ستاپ با چه حجمی باید معامله کنیم. اینجوری رویای یک شب پولدار شدن رو نداریم و به این صورت باعث میشه که ما بتونیم حس طمع خودمون رو کنترل کنیم. ویدیوهای روزانه‌مون رو دنبال کنید، لایکاتون نره.